عشق، مهر، محبت، درد، این همه چیز زندگی را به همه این تصور کردن دشوار است. عشق زندگی را رنگین می سازد و با آدم بال پرواز را می دهد. عشق حسیاتی بزرگ و پاک می باشد که خداوند در قلب انسان ها جای می کند. مثل عسل شیرین است و لیکن هنگامی که از شهدش چشیدن می خواهیم چون زهر تلخ است. در دل هر یک آدم این حسیاتی پاک مسکن می گیرد. عشق حسیاتی خشکی که روی انسان را قوام می بخشد و آرام می نماید. اگر محبتی دو طرفه باشد، وقتی آن را می بینید به گرد و اطراف تماما اهمیت نمی دهید. از دنیای اصل دور می شوید. چشمانتان راه گم می زند. نگاه او به شما قوه الهی می بخشد. پیش شما همه معما و مشکلی ها هیجند. وقتی نخواست به یادتان می آورد، خرسندی به پایان روی شما را فرا می گیرد. و گوشتان گپی هیچ کس نمی درآید. و آخر رسد عشق را مکافات گفتن ممکن است. مکافات غمانگیز، سوزانده، دردناک. شخصی که عاشق می شود فراموشی همه چیز را می کند. شبها با یاد یار بیدار خوابی می کشد و از داغ فراقی آن عذاب الهی. عشق آسمانی بیکناره را می ماند که در آن دو کبوتر پرواز دارند و در آخر بال یکی از این کبوترها می شکند. عشق این بزداری از حد زیاد، حس دل بستگی، مهر و محبت به کسی یا به چیزی. درد دل عاشقی را تنها عاشق دیگر می فهمد. هر یک انسان عشق را به خواستگی خود قبول می کند و سوزش آن در دل هر یک شخص